کنم تندم دیگه راهی نمونده. چرا اینقدر تند اومدی هان؟ که زودتر اینجا بوسمن. اینجا چیه؟ اینه و فردا هم مثل همین کثافته. این یه تیکه دنیا همش کثافته. چی بود بوسمن؟ همه داغه ها سر هم خرابی شدن. مردم فقیر و بیچاره این طرف و اون طرف میدویدن که خودش را نجات بدن. نگاه کن بوسمن آلنا دوباره دوتا آدم آسمون جلو بی خونه زندگی شدن. منتظر چی هستی احمق؟ جا مسیح لینا دارم بهت میگم دفعه بعد که راه حالا حرفشم نزن مرد. بازم ما راه به کجا؟ من میخوام راه بیفتم. میخوام برم و برم. تا اونقدر خونی ماله بشه که وقتی نگه داشتم دیگه نتونم دهنتو باز کنی. تقریبا همینطوری بودم. نه لعنتی امروز زیاد راه نیومدید. من میدونستم تا اون بخچه شو زمین بذاره چرندیاتش هم شروع میشه. چرندیات؟ آره اون چرندیات بی سر جایی که تا دهنتو باز میکنی میریزه بیرون. اگه چی گفتم؟ گفتم وای حسابی خسته و وامونده شدم. این که درسته. بعد گفتم تو امروز صبح سر حالی. اینم که درسته. من هنوزم سر حالم. تو هنوزم سر حالی؟ من همیشه سر حالم. چی بگم؟ اینم یه جور خوشبختیه. سر حالی تو نجاندار. چرا نمیدونم سر حال باشم ها؟ اینجوریه دیگه. وقتی من میخوام گریه کنم تو میخوای بخندی و مسخره بازی دست جایی. گریه؟ از بدبختی. تو گریه میکنی و مفت برمیچینی واسه اینکه سفید پوسته یه داغه کهنه و بوگنده رو سرمون خراب کرد. صبر کن نوبت ما میشه. امروز صبح سفید پوسته یه لنزی در حق من کرد ولی چون ازش متنفر بودم دستش انداختم. حالا هم میتونی؟ آره. هنوز دادگی نکن. به حرفم گوش میدی؟ نه. پس خفه شو یا اینکه خفت میکنم. من یه حرفزاده سرحالم. از صبح همه چیز رو مسخره کردم. اگر بخواد تو رو مسخره میکنم. مسخره میکنی؟ واسه که گریه کردم. امروز صبح زود بازم زندگیمون رو داغون کردن و آواره شدیم. آره نشسته بودم میونه این همه خاک و خراب خاک. اینطوری بگم توی جای دیگه فکر میکردم. بازم زندگی تو رو سرت گذاشتی یا رو افتادی دختر. همه چی تو زندگی ندارم. اگه پاهات هم اندازه زبونت کار میکرد خیلی وقت پیش اینجا رسیده بودی. تقصیر من نیست. پس تقصیر کیه با این فسفس کردن ها؟ یک کم خستگی در کنیم بوسمن. من خسته شدم بوسمن. پاهای لنای بیچاره خستم. او خستگی در نمی کردی؟ کردم. دروغ میگی. پس چه کاری کردم؟ با دنبال اون جونه بر سیاه میگشتی. جونه بر سیاه؟ سگه نه. امروز همش سرت به عقب برگشته بود. دائم پشت سرتو نگاه میکردی. همش عقب میومدی.
خب سبا جلو پای آدم رو بو میکشن که دنبالمون میومد. دنبال تو؟ اصلا میدونی چیه؟ با تو سر کله زدن بیفایده است. کجا میری بوسنا؟ هیچی نبود، فقط راه برا بالای این خیابون، بالای این خیابون بعد برمیگردیم سر جای اولمون. من خرگیستم بوسنا، یه روز پشت سر تو نگاه کن، چیزی که تو جاده زیر پا گذاشتی زندگی منه. اما امروز دیگه زندگیمون داغون شده مثل چیزای دیگه. وقتی منو زدی هنوز بدنم زخم بود. وقتی ضربه ها رو میشمردم یکی دو بچه سفید اومدن و به من نگاه کردن. میدونی از اون بچه دیگه چی خواستم؟ بچه تو بازمید مادری که خواستم نگاه تو رو خدا بازمید مادری که خواستم نمیخواد. من میخواستم برم. خب بعدش خب بعد خانم البا کار میکردم. اونا هم خندیدن و بیشتر نگاه کردن. آره بده نه نگاه کردن. یارو کلبت خرابه رو زن بوسمنه. خب میرفتی. اونا منو نخواستن. خیال میکنی که من میخوامه؟ تو خودت منو دنبالت آوردی، منم دنبالت اومدم. حتی نفهمیدی تا کجای پای من تو لدستاش فرو میره. بعد فهمیدم کجایی. کندن زمینی واسه تامه سالوام و کلما پله قوطی کامل مرفا. مثل آره قوطیم یه کمی زنده میمونم. اونایم بهتر قوطیم نمیمونم. ما چطور میخواید زمین رو بکنیم؟ ما حتی یه دونه بینم نداریم. من یه دونه پیدا میکنم. یاره جمع باشه بهت نمیدن. دفعه دیگه موقعی دوسته گیرت میندازن. نوشب نکن، اینجا یه جای پرد، فقط ما دو نفری. با من حرف بزن. من حرفی برای گفتن ندارم. با خودت حرف بزن. آخه من دیوونه میشم. منظور چیه که دیوونه میشی؟ تو داشتی با خودت حرف میزدی از اولین راهپیماییمون. اولین راهپیمایی؟ آره، این شب تو اون بیابونا به یه راه کوریکا به میفلس. تو اول گریه کردی، بعد شروع کردی به وراجی. ولی من خسته بودم. اما تو مرتب سوال میکردی کجا داری میری؟ چی چطور؟ خدایا دونه به دونه پرسیدی. بعد با خودم گفتم تو یه اشتباه کردی. اشتباه؟ آره اشتباه. ولی تو مرتب سوال میکردی تا اینکه دیگه من به حرفات گوش ندادم. من یکی رو میخوام که گوش بده. به چی؟ به این حرفای بچگانت؟ لیلا تو وقتی میگوزی با احساس داری. میدونی چرا؟ چون بو میده. لیلا تو داری مرتب سوال میکنی، میخوای منم دیوونه کنی؟ من فقط پرسیدم آخرین دفعه که اینجا بودیم کی بود؟ این براجه؟ آره اصلا چه فرقی میکنه که چی بشه؟ تو الان اینجایی. من الان اینجا. من الان اینجا. آره اون آتیش روشن کن.
این همه را واسه این یه تیکه نون سوخته با یه چای سرد. من که الان اینجا بعد از یه تیکه کوچولو قسمتت میشه. تو مربا نداری با اون بخوری. گمشید هر روز دا بادوید ما تا قاب دویدیم تا اینجا بعد از اونجا ما به کجا رفتیم بعد از اونجا ما رفتیم به ویسلام نه خدا نه کن بعد از اونجا دور میزنی جهنمه من درستی وسطش گیر افتادم. بعد از اونجا ما به کجا رفتیم؟ بالاخره پیداش کردم. بیسلان رجحان کارتن سوادکو سگه و بطریای خالی داره یادم میاد. خدایا اون سگه و بطریای به من کج نگاه میکنه ها. یادت میاد اون وقتا برای 2 نفریمون آواز میخوندم. چطوریه؟ میدونی الان داشتم به چی فکر میکردم؟ یه قوطی شیر خشک شکر نداریم من اما دارم یه شیر حسابی میخواد بعدش هرچی خواستی برخوالو میکنم. هنوز تو پاهای زنای بیچاره رقص وجود داره. خودم یادت میدم. لا 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 نه همین امروز زیر کتکونی مالی شدی. خانم ببین چی میگم. وقتی من دارم میخندم تو از کوره در میری. تو خوشت نمیاد یکی دیگه بهت بخنده، اما تو بی خودی به من خندیدی چون که من درستی گفتم آخرین باری که اینجا بودیم بعد از اتحاد بود. خب چی داری میگه هاش؟ هیچ. حالا تو واقعا گیر افتادی.
ندارم دست بندازم. چطور بود؟ اول رتاس، بعد سوارکوب و بعد از اونجا ما رفتیم به خودتا مسخره کن. اول بیتر بعد رتاس ادامه بده. این نظر به استروپ یادت نره. تو اونجا بودی، تو میسی والا کلین اسکولم بودی. اول بیتر بعد رتاس بعد سوارکوب بعد غلطه. حالا چی کار میکنی؟ دوباره بازی یادم هنوز از شراب دیروز منگی. یکی دوتا میخوری مرد میشی، گیت میشی. خورشید درونده کجا میره؟ دنبال چی میکردی؟ دنبال بیترک از اون راه؟ از این راه غلطه. یا مسیح لینا، تو گم شدی. تو الان میدونی ما کجایی؟ خب آره. به منم بگو، کمکم کن بوسمن. که خودتو پیدا کنی؟ متاسفم دختر. حرومزاده تو یه خورکی، یه حرومزاده ای. صبر کن یه روز. یه روز چی؟ یه روز یه اتفاقی میفته. خب درسته. چی درسته؟ که یه روز یه اتفاقی میفته. چه اتفاقی؟ خیال کردم میدونی یه روز تو از من میپرسی که تو کی هستی. اون روزا به حسابی میخندی. بهترین خنده های عمرم میکنم و من به تو حیوان زشت میگم که تو کی هستی. من کی هستم؟ لینا. روزی چطوره؟ روزی اسم قشنگه. ماری آنا یاسانی سالک. من میخواد ماری باشم. تو کی هستی؟ این سالی من باید تو میپرسم. آره این مرد کیه؟ بعد روز من رفتم. خداحافظ عزیزم، خداحافظ. منظور اینه که حسابی خونی مالی شدی آره؟ کار خوندی. من یه راست میرم پیش پلیس. تو قبلا هم این کاری کردی. خب چی شد؟ عیال من سرکار یکم خلقش تنده. ببرش. تمام. اما یعنی نه باشه اسم من مانیه. من این مرده نمیشیدم سر کار. خب اون وقت مردک جان اینه. ما مرده باش. تو خیلی تندی. مجازاتت برگه. به خاطر تو بیگناه و تفریحه و آزاد. زیادی نزن. تو از زن به داد میترسی. وقتی تو منو نمیزنی برای این نیست که خسته شدی، برای اینه که میترسی. ترسو باشه. وقتی با آخرین سرود میزنی من ضربه ها رو میشمونم. 1 2 سکن ضربه بعدی رو میزنی. فقط داره خستگی در میکنه. وقتی من کتک رو میخورم میفهمم که من لینا هستم. و منم بوسمنم. بوسمن و لینا. آره بوسمن و لینا. معنیش اینه که 2 تا آدم فقیر و بیچاره توی زاغه کهنه و بوکندون. من ازش متنفرم. ازش متنفری؟ خیال میکنی که کی هستی؟ یکی از اون زنهای پولدار سفید پوست؟ دنیا اینطور نمیمونه، بهتر میشه. شاید تو خیالات تو. نه
نظر درباره ویپلاسیان؟ فراموشش کن. بهترین موقعیت تو الانه. الان یعنی چی؟ من که امروز به دنیا نیومدم. من زندگیمو میخوام. زندگیم کجاست؟ اینجا، جایی که الان هستی. فردا و پس فردا همینجاست. و اگه یه روز من خسته شدم تو میتونی با رقابت جنگ کنی از اینجا بری. خب نمیدونم برم. وقتی تو بری من خودمو میکشونم لای این پتو، بعد میخزم توی اون کلبه. آتیش خاموش کرده. زندگی منم اینطوریه، خالی و تاریک مثل جهنم. وقتی صدات میزنم و میدونم صدامو میشنوی و جواب نمیدی بدتر. گاهی وقتا هر دو نفر تنها، من و یه نفر دیگه که نمیخواد بتونه من اینجا، من از تو متنفرم. خب پس برو. همین امشب میرم. برو. همین الان برو. خداحافظ عزیزم. صبر کن. اوزمن میخواد امشب کمکت کنه. اون راه ویپلاسه. خب برو دیگه. گفتم برو. غریبه اونجاست. مسته؟ نه، کسی نمیتونه از که مست کنه. خوب نگاش کن. همونطور میگه شاید داره ما رو میپاد. روچت شده لنا. یه کاری کمکش کن. چه کمکی؟ نمیتونم یه آدم گبوزم. ببین لنا دوباره شروع نکن به پس و پلا بکن. هی میگم که بیا. لنا. بیا ما آتیش داریم. لنا. بیا ما آتیش داریم. شده به سرت. به جهنم، من تو رو نمیخوام. من اونو میخوام. هی عشق من بیا اینجا. بیا عشق من بیا. من نمیخوام. من تو رو میخوام. یه کاکاسیاه. یه فیل کاکاسیاه بدترکی. لنا رو تو تاریکی صدا زد چی گیرش اومد. خوب نگاش کن. خب از بیکسی بهتره. سلام پیر من. لنا اینم شارم بوزمنه. منتظر چی هستی؟ دستشو فشار بده. اونم مثل تو ترسیده. یکم از این چرندیات خرنگ کن بارش کن. چطوری عشق من؟ زبون اینا رو بلدی؟
میشن؟ اما یعنی گم شد. پیرمرد بیا بشین. بیا بشین. دیگه بیا بشین. اینجوری بشین. بیا بچمک به تو. بیا بابا اینجا بچمک. بچمک. خوبه. خستگی در میکنم. تشنه باشی. بیا پیرمرد. فقط بهش آب دیدم. اینجا آب گیر نمیاد. خب فردا میرم از دهانکا میارم. اون پیرکی هیچ ربطی به من نداره. خیلی وقت آدمایی مثل اون صورتی به ما آب دادن. حالا بعد فرق میکنه. چه فرقی میکنه؟ واسه اینکه من اینطوری میگم. که الان تو آب داری. پیرمرد تو از راه خیلی دوری میای؟ ما از سرفه میای. بس ما آدمایی که پوستمون تیران زمین خیلی ساختگی. اون پوستش تیره نیست، اون سیاهه. اونا بیشتر از با تو سری خوردن. مگه نه پیری؟ مگه حواست اون آتیش نباشه تو سری حسابی میخوری. چه پیری؟ درد داری؟ مریضی؟ بگو کجا درد میکنه پیری؟ با اون زبون مهنون جواب منو نده مکی اول کاکاسیا. ولش کردی؟ نه بابا یکم بیشتر سر به سرش بذار. اون از بی کسی بهتره. یا اینکه بی کسی بهتره. ببین لنا دارم بهت میگم اگه یه بار دیگه یکی از اونها رو صدا بزنی و اینجا رو پاتوق کاکاسیا کنی من میدونم و تو. حالا راست میگه این کار بکن. یه قلب بده به من. یه قلب. الان درست عینی یه سیاه باقی واسه یه قلب اعتماد میکنه. یه قلب تو رو خدا یه قلب. میدونه همه این خوب کردنت واسه چیه؟ واسه اینه که تشنه‌ای. یکی رو بگو. یکی رو باشه وقتی کارم تموم شد. که از اون بطری مال منه. من الان بطری خودم برمیدارم. بیا. این بطری مال منه. امشب بزرگه بشم از دیدنم. جایی که جایی پیری. اگه مواظب رفتارت نباشی شاهد کتک خوردنت هم میشه. همین امروز صبح کتک هم زدی. خیلی خوب اگه راست میگی دست می بطری ها بزن تا بازم حساب تو برسن. رفتش پیری. رفتش. پس چرا کتکم نمیزنی هان؟ اینجا که دیگه اربابای سفید نیستن که بهت بخندن. حتما این پیرکی ناراحتت میکنه نه؟ پیری من میخوام تو ببین. یکی رو ببین یکی نه. اینو ببین من خیلی وقتیشه. اینو ببین چته؟ چرا نمیخندن؟ کاکاسیا همیشه میخندن. آره به من به یک کلفت سیاه لالورد شده میخندن. تو چرا نمیخندی پیری؟ تو چرا نمیخندی پیری؟ مسخرت نه. پیری نگاه کن. تو پیری من لینا. تو پیری من لینا. لینا 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 لینا
درد داری؟ مریضی؟ بدبختی داری؟ حالا صبر کنم به من گوش بده. ما تو گرده یه زد بشی. این یه آدم سیاپوس سگه نداری. اگه صداش به دنیا خودش بیاد دومشو برات بکنیده. دوب من میگم اون چیه؟ یه جفت چشم عمو خب الان من حالا اینو مرگر رو دارم. لینا بخور عزیزم. تو داری چی می‌پرسی؟ اون یه قصه دور و درازه. فقط یکی زنده بود. اونم فقط 6 ماه عمر کرد. بقیه‌شون مرده به دنیا اومدن بیدی. رنگ بدبختی بیچارگی. مگه کاکاسی ها نمیدونن درد چیه پیری؟ مگه کاکاسی ها نمیدونن درد چیه پیری؟ تو نباید بری پیری. تو نباید بری پیری. اونجا داری که اون جلو رو میبرده. ببوز مسئله نیاد. داشتی چی کار میکردی؟ هیچی. اگه حرفمو باور میکنی خب بزنی به سرابا بزن. پس این که هنوز اینجا؟ کی؟ اون آدم خیلی خوبیه. از کجا فهمیدی؟ اون چند کلمه به زبون ما یاد گرفته پیر. خب چی گفت؟ هم که تا حالا زبون کاکاسیا رو میفهمی. گفت فردا برامون شراب میخره. یه کار باغبونی هم پیدا کرده. ازش بپرس. کی به اون کار میده؟ یه آدم خوشخط. منظورت یه آدم خوشخیاله؟ باغبونی اون حتی نمیتونه قبر خودشو بکنه. دیری ما میتونیم اینم 2 تیکه. قسمت منو با هم که میخوریم. بیا پیری بخور. اون خیلی ماهر تو کارش پیری. اون یه کلبه خیلی قشنگی ساخته. با خدا راست میگم پیری. کلبه‌مون اینقدر قشنگ شده. پیری با خدا راست میگم دروغ نمیگم. کلبه‌مون خیلی قشنگ. با خدا قسم خوشحال نیستم. تو یه چیزیت میشه. با خدا قسم خوشحال نیستم. اون باید بره. الان تاریکیه. اون خستگیشو درک کرده. بذار بمونی ازت خواهش اون میکنم. بقیه هم میره اینجا همینطور. من ازت خواهش اون میکنم. پیرکیش رفتی به به من. خاطر من بذار بمونی ازت خواهش میکنم. تو چت شده لیلا؟ بیا بگی. بیا همه شرابا مالتون. بیا بگید که خوبه. به خاطر اون؟ من اونو میخوام. او میدونی این چیه؟ این شراب همون یک کاکاسیاست. تو میدونی تو این دنیا باید حواست جمع باشه؟ اونو میخوام. تو امشب عقلتو از دست دادی. تو هم یه پیر سرخره با کاری. پیری بلند شو. پیری بلند شو. تو بطری شراب یعنی که پوستمن امشب جشن میگیره. اون کنه هیچ وقت من از یاد نبرم. دنیا خراب شه و شراب ما برسه. پیری نرو.
منظور چیه؟ بیا تو مال تو خوبه؟ من عقیدم عوض کردم. آره خودتو بپا بوسمان. برای چی؟ مواظب باش. تو میخوای به خاطر اون بیرون بمونی از سرما بمیری؟ خب برو به جهنم. بهتر امشب با یه سگ بیرون بمونم. تو تو اینجا باش. من میرم بیرون ببینم چیزی گیر میاد بیری. تو اون آشخاله رو از کجا گیر آوردی ها؟ وای خوب خدا اگه بهش بگی میکشمه. هوا خیلی سرده. اگه امشب بارون نیاد میشه یه جوری سر کنی. خیلی وقته که هیچکی پیش ما نیومده. همه جلوی آدمی تا پاده زندگی منمیه. یه دیگه نور سخته با یه چای تر. بخور بخور هنوز ادامه بده. خواهش میکنم خدای کوچک من. نه خواهش میکنم خدای کوچک من. همونطوری که امروز صبح گفتی بگم. خواهش میکنم خدای کوچک من. اونم بگه. تو هم بگو بیری. کن خدای کوچک من. خدای کوچک من. خیلی بده. بسته دیگه بوسمان. بس نیست. سفید پوسته دلش به حال تو نمیسوزه. تو دلت بسوزه. او مجبوری بقاشون به خاک بیفته. التماسشون کنه. بعد وقتی ارباب نگاه کرد فقط اینا رو بگی. رحم کن آقای من. به من حقیر رحم کن خدای بزرگ من. حروم داده من با سر میزنم با سرش. اینجوریه پیری. زندگیمون رو توی بدبختی جهنمش کردن. اینم بدترش میکنه. یکی های بیچاره ارباب پله نه ارباب از کوی کامی هم ارباب و امروز همش اینطوری بوده. یا دلشونم به حال ما سوخت. همه مثل هم دیگه. مثل کرم از سراخا بیرون میخزید. از اولین روزی که به دنیا اومدید مست و خرفت و گیش بودید. اون هم که زور میزنن چیزهاشون رو نجات بدم میفتن رو سر و کله هم دیگه. فرار کنید در اون سادا. فرار کنید پولدر سفید پوستا دنبالتون کرده.
دهنشو بارباره‌های زمین رو میکنه، دهنشو وا میکنه و بعد با قدرتی که مثل قدرت یاسبه یه فشانی رو همه زاغا رو با خاک یکی میکنه. اکساسی محله کثیف فقرا. اونجا هم خندید زیر من، مثل که این طرف اون طرف میدوید و به مردم خودمون میخندید. مگه اونا رو میدیدی همین کار رو میکرد؟ دیدم. نه دیدی؟ خودم دیدم. مثل چی بود؟ مثل من. فقط یه نفر دیدی؟ هم یه نفر بسته. بیرون بس سلنا، از خودت بیرون بیا. همه ما به یه بلا دچار شده بودیم، کافیه زندگی یه نفرمون پر از بدبختی بشه. زندگی پر از بدبختی؟ مثل اون دوتایی که دعواشون شده بود، چون یکیشون شلوار یکی رو عوضی برداشته بود، یا پیریه که دور میزنه خر خودش رو سوار شه، اون بیوزگاهی بود مرد. من دیدم، خودم دیدمش. سفید پوسته اون لحظه رو نگه داشتی یه سیگار روشن کرد. عرض میکنم ارباب، بعد اون سیگارشو برای من متشکرم ارباب. مثل سلام کن بگردن آتیش زدن. آره متشکرم ارباب. کمک رجی تو داغه بود. ما مجبور بودی کمک کنی، اما اونا نمیتونن تنهایی هیچ غلطی بکنن، نمیتونن همینطوری همه جا رو با آتیش بکشن. ولی یه چیز دیگه ای تو اون آتیشات سوخت، یه چیز گندیده. ما زندگی پر از بدبختیمون، بوهامون همه سوخت و نابود شد. من میخواستم صدات بزنم و بهت نشون بدم اونجا رو، جایی که ما مثل میمون 4 دسته پایه میرفتیم توش. ولی من یه جایی میخواستم که بتونم بیستم، اونقدر جا داشته باشم که بتونم بیستم. میفهمی؟ حالا گوش کن، من میخوام امشب یک کلمه به کار ببرم. آزادی. آره آزادی. آزادی من تو بودی با اون دهن گشاد و سالای احمقانت. کجا داریم میریم؟ هر جا بشیم. هی بوسمن کجا داریم میریم؟ بالاخره یه جایی بریم. نمیتونستیم از را به کارسنبل بگردیم و از یه جره این بره اون بر بکشیم. هر وقت تو دهنتو وا میکنی وضع منم بدتر میشه. عجب روزی رو گذراندی زنا. تو بطری شکسته و آزادی تیکه تیکه شده بوسمن. تو فقط وقتی خفه میشی که من با یه شلوار پاره همراه با تو کلفت سیاسی دنیا رفته باشم. بی فایده بود ارباب. بوسمن بازم یه زاغه ساخته. فردا پول تو بفرست و خرابش کن. یادشم مجبوری بازم در بری. بگیرش. سیاه بوگندو رو بگیر. نمیری. نه تو نباید بری بری تو رو خدا. بوسمن خود وقتشو تلف میکنه جلو ما رو بگیر و ما رو اجیر کنه. امروز صبحون یکی را خراب کرد، یکی دیگه اینجا ساختم. اگه اینم خراب کنه یه سوراخ تو زمین میکنم و میخزم توش. ولی من امشب حسابی بهش فکر کردم. گوش کن، ما آشغالای سفید پوسته‌ایم. واسه همینه که بابا ما اینطوری رفتار میکنن. اما من از دست آشغالاشو نمیتونن خلاص شن. اونا آشغالو دور میندازن، ما آشغالو بر میداریم، میپوشیم، میخوریم. ما آشغالای اوناییم. خودت
تو دور بنداز و ما رو راحت کن. ما دور انداخته شده اید. خیال میکنه واسه چی اینجا نشستیم؟ اونم همینطور. اما اینجا میدونی چی میشه؟ نه اونو بر میداره توی پتو میپوشونه بهش غذا میده. امشب خیلی خرجی ما کار کردی بازم خوشحالی؟ نبود پس آخه فایدهش چیه؟ یه چیز گرمه تو رو گرمت میکنه؟ نه خوش دردته گشنته خوشحال نیستی بازم اونو میخوای؟ آره اونو میخوام. دیوونه آخه چرا مگه ما چی کارت کردیم؟ چرا دست از سرمون بر نمیداریم؟ قربت داری شرابت هم داری؟ دیگه چی میخوای؟ منو میخوای؟ تو حسودت میشه چون که لنا از تو با کلبه با شرابت رو برگردونده. یکی اون یه کلبه نیست، اون یه تابونه، همشون تابونه. دیگه نمیذارم لنا. آره لنا هم خاطر بود من همه چیز تموم شده با گیجای منم تموم شده. اونم امشب شاهد ما. شاهد چی؟ که لنا و بوسمن تو بادلاق‌های سوار کپ موندن مثل خیلی از شب‌های دیگه؟ فردا شب هم همینطوره. اون وقت چی کار میکنی؟ شاید بزنم و بندازمت بیرون. دیگه نمیتونی بزن یا بندازی بیرون. فردا شب میزنم و میندازم بیرون چون که دیگه این اینجا نیست. حالا که اینجاست نه پیر من، پیری چشماتو باز کن. تو رو خدا چشماتو باز کن پیری. اگه دونه چای داری میخوای ردش کن بیاد من. گفتم که هیچ کس به ما کمک نکرده. دیگه هم راحت نمیدم. حتی اگر حرفتم برگردی نمیتونی بیای تو. من از حرفم بر نمیگردم بوسمن. نه پیر من، پیر من تو نباید بخوابی. سیاه‌پوستا حق ندارن تو همچین شبایی همدیگه رو تنها بذارن. پیری ما مردم فقیر و بیچاره گاهی یه جایی داریم گاهی نداریم. وقتی کار میکنی یک سری داره، وقتی نبات ها میریزی میدونی خیلی سوگرد ها رو خوشت میاد. یه جمعی خورنشان. ای مسیح، ای پیرمرد، شاید برخصی. دستاتو به هم بزن پیری، دستاتو به هم بزن پیری، دستاتو به هم بزن، دستاتو به هم بزن پیری. وقتی تو کوهگاه بودیم، وقتی ماه میرفت و خورشید میومد، در طلوع آفتاب زنا میرفتیم. جشن‌ها پیرمرد، کریسمس‌ها مبارک. یکی به دنیا میومد میرفت، یکی به خاک میرفت. رخت در دامون از یاد میبود. یه موتی شیر خوش دهن بسته باز. بوسمن، ای بوسمن، بچه گشنه. بوسمن، ای بوسمن، بچه گشنه. نه، خورده رقصا رو ول کن. میگن تو روزگارن قدیم مردی بودی. پس پاتو بذار زمین رو محکم بکن. بذار زمین ما رو حس کنه. پا زمین لرز بزن، پا زمین لرز بزن.
بطری‌های خالی رو من شکستم. آره آره تو تمام بدنم آشلاش کردی. هی مسیح به دنده های لاغر سینه بزرگ من نگاه کن. مگه من چه کارت کردم؟ چرا منو زدی؟ چرا چرا تو رو زدم؟ چرا؟ که تو زندگیت بجنگی یاد بگی برختی بود من. زمین رو بکوب، محکم بکوب. چرا تو رو زدم؟ شاید دلت میخواد دستات بخوره به من تا مطمئن بشی من اینجا. دستاتو بذار روی من اینجا، من لنا. منم بوسمنم. خودتو بزن. اینا نمیتونه بزنه. رو مشتای من میتونه تو رو بزنه. این زندگی منه. زندگی خودتو بزن. نشونم بده اون زندگی کجاست؟ آیا زندگی من توی سواتکوبه؟ آیا زندگی من با توی شرابه؟ پس این زندگی کجاست؟ من نگاه میکنم فقط تو رو میبینم. من گوش میدم فقط صدای تو رو میشنوم. وقتی تو میزنی تو فریاد میکشی. تو صدای فریاد منو میشنوی. آره حق بار میشنوی چی میگه پیری؟ میشنوی؟ بیدار شو. من میخوام یه آتش روشن درش کنم. بیدار شو. اون نمیفهمی که تو چی میگی. این تویی که باید بیدار شی. همه ی عمرت با خودت حرف زدی. تو چه حرف بزنی چه نزنی فرقی نداره، چون هیچ کس به حرفات گوش نمیده. جمله تو بی خودی منو کلک زدی. به زبون کاکاسی ها چی میشه بگو. نمیگم. بذار اون ببینه. منو بزن. باشکستی. نه خدایا. اون با جانی شکستم و من کودک خوردم. چرا؟ خیال میکنی که من هیچ دردی تو دلم نیست؟ منم درد دارم. یک کلمه کوچیک اما همین کلمه همه درد منو بیرون میریزه. آی لینا، بوس منو لینا. ما دیگه آدم نیستیم. آزادی هم که واسه ما نیست. بس های دنیا ما خیلی گفتنی داریم. ما هم حرف داریم. بعدش هم میریم تو زندگیمون خفه میشیم مثل اون حرومزاده. همه قصه بوسمان و لنا هم تموم میشه. چه امشب و چه هر شب دیگه ای فرقی نداره. دوتا مردی سیاه کثافت که با هم سر میکنن. حالا تازه میخوای که بشنوه، که گوش بده. این چیزیه که میگم به زبون کاکاسیا بهش بگو مزاخان گلا نگاه نکن. بهش بگو مزاخان گلا نگاه نکن. بگو نگاه نکن. مزاخان گلا نگاه نکن. داد نکش. من تنهام. منظورت چیه؟ اون نمیتونه صدای تو را بشنوه. خب بیدارش کن. راه میکنی خاله. اون چشماشو بستی. وقتی اون چشماشو بست دنیای منم تاریک شد. آره اون مرده. از کجا فهمیدی؟ دستامو گرفته بود. دستامو
چنگ میزد دستش قلبش امتحان کن. دستش خالی هم مرده. حالا چه اتفاقی میفته؟ حالا چی میشه؟ چی میخواد بشه؟ یه مرده؟ پوری کاکاسیا بود. اسم خودش بلد نبود. همون اسم منو خیلی قشنگ صدا میزد. متاسفم پیر. خب آره فردا یه روز تازه است. من میرم بخوابم. اون پیری هم هیچ ربطی به من نداره. من کاری نکردم، وجدانم راحته. وقتی هم خواستم از شهرش خلاص بشم تو جلومو گرفتی. آخه مگه تو احمقی؟ این یه درد سره که اینجا افتاده. درد سرش تموم شد. درد سره که واسه ما درست میشه. هیچ میدونی چه اتفاقی میفته؟ یه جسد این خودش سوال میاره. بهتره جوابات آماده کنی. درباره او، درباره آشقان. هی پیری میشنوی. اونا میخواد درباره تو سوال کنم. هی اسمشی از کجا آمده که این کار کرد؟ من تا حالا تو عمرم ندیدمش، نمیدونم. خیلی بده که نمیتونی به اونا بگی که خودت مردی پیری. من کارش نکردم. چرا تو وقتی با زنده هیچی دربارمون نمیپرسن ها؟ تو شاهد بودی نیست؟ سوال شایدم احتیاج داری. تو به اونم بگی که من کارش نکردم. چی رو بگم؟ حقیقت تو. آی بزرگمن امروزی حرفای عجیبی میزنی. آزادی، حقیقت. اون یکی چی بود؟ های 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 بس کن لنا. اونا بگو وقتی اونا اومده من سرم به کار خودم بم بود. اومدم اینجا دنبال میگو میگردم. اون یک دیوارک نظر کن. حاضرش به کسی نرسیده. چطور اینجور دلش تو بالی ما میسوده؟ بعد اون کاکاسیه اومد تو صدای زدی بیاد کنار آتیش. دلم سوختار کار. من ازش بدم میومد دستش نزدم. من از اون خوشش نمیاد سرکار. من از کاکاسیه ها متنفرم. اون از خواستم متنفر سرکار. نه اینطوری نه. نه سینه کاکاسیه ها خدایا لنا. حالا حواست جمع کن. موجهی که افتاده سگ سفید پوستا ترسیده. حالا ازشون میخوام که یه مهلت بهمون بده. یه مهلت بهمون بده ارباب. یه مهلت بهمون بده ارباب. یه مهلت. شاید اون نمرده باشه. تو گفتی که اون مرده؟ درد منو باور کردی. یعنی من و گوزمن داریم با هم حرف میزنیم. من و گوزمن بیدار شد دواک. بیدار اینجوری منو کتک میزدی. تمام بدنم های شدن. تو نهایت رو میزدی. تمام حاصل کتک و انگشت رو بدنش میمونه و این جوابی میشه برای تمام سوالاشون. میدونی کجای آدم آتیش میگیره؟ دل آدم. جایی که مشتای تا به اون نمیرسن اونجا داغون میشن. به جب داریم میریم. کجا بریم؟ چه باید همراه تو بیام؟ برای اینکه تو گوزمنی و من لنا. بیای بریم. برای آخرین باره که دارم بهت میگم بیا بریم. نه برای اولین بار یکی بهت میگم نه دونستک. اینجا تو نجزه هایی سوال کن. حرف آخرم رو میزنم. چرا باید همراه تو بیام؟ وقتی تو بری من میرم تو اون باقه و بودم میخوام. خیال میکنی؟ هی بودو حروم زاده پیر. بودو سفید پوست دنبالت کرده. سر هم خرمش کنن با متشکرم از باب. خیال میکنی چیزی برات باقی میترم؟ بردار که زندگی من بود این که نمیخوامشون. بردار من رقص رو میخوام. آزادی رو میخوام. آزادی رو تو صدای من بشنوی. شاید قهقه بخندم. شاید فریاد بکشم. منتظر چی هستی؟
زبانه سفید پوستا باشه اما هنوز به درد ما میخوره. کجا بریم؟ کوهگاه خوبه؟ از کویکا رفتیم به ویفلا، بعد از ویفلات رفتیم به رد هاوس، تو زمین ارباب روبی. خدایا اون ارباب روبی ارباب بود. بعد اومدیم اینجا، اون دفعه اول بود. بعد از اینجا رفتیم به کورسه، جایی که بچه‌مون مرد. بعد اومدیم اینجا، اون دفعه دوم. بعد از اینجا رفتیم به رد، از رد رفتیم به نسیونگاه. بعد اومدیم اینجا، اینم دفعه آخری. همون جایی که قبلا اومدیم. آره اما این جاده هیچ چیز رو معلوم نمی‌کنه. میدونم. به هر حال یه آدم تو این جاده به دو چیز برخورد میکنه، یه سگ و یه جسد. من زنده هم بودم، زنده هم بودم، من زنده هم بودم. چرا حرف نمیزنه؟ این تخصص ماما رضاه. ماما رضا؟ ها نفتالی خانه. آها قربونت برم. به نام مردم کشورم از شما تشکر می‌کنم که امسال جایزه ادبی نوبل رو به من اعطا کردید. دقیقاً 100 سال پیش یک شاعر فقیر نورانی، ناامیدترین ناامیدان، چنین پیشگویی کرد: در گرگ و میش صبح مسلح به صبری آتشین پا به شهرهای باشکوه خواهیم گذارد. من به پیشگویی رمبو باور دارم. من از منطقه دور افتاده میام، از جایی که به علت شرایط سخت جغرافیایی یکه و تنها افتاده و رابطه‌ای با سرزمین‌های دیگه نداره. من تنها ترین شاعران بودم. اشعارم رنگ بومی داشت، پر از درد و پر از باران، اما همیشه اطمینانی عمیق به انسان
انسانها داشتم. هیچ وقت امیدم رو از دست ندادم. به همین خاطر با پرچم و شعرم به اینجا آمدم. در انتها دوست دارم به تمام انسانهای نیکسرشت بگم رمبو با کلماتش آینده را ترسیم کرد. تنها با صبری آتشین است که می توانیم شهر با شکوه را تسخیر کنیم، شهری که نور، برابری و غرور برای تمام انسانها برمغان می آورد. سوپ حاضره؟ چی حاضره؟ سوپ! آها الان آماده میشه بابا. مشتریان منتظرم. اون وقت تو هنوز سوپ آماده نکردی. الان آماده میشه بابا. الان آماده. مشتریان گشنشونه. مشتریان گشنشونه. مشتریان گشنشونه. مشتریان